بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیرت است؟ جور تیار هستین؟ بسیار خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما هستم. فصل چهارم، جلسه 42، درس جدید، حضرت عثمان رضی الله عنه، خلیفه سوم مسلمین. ببینین ما در این درس راجع به نسب خلیفه سوم و همینطور راجع به شخصیتشان و راجع به این که چگونه به خلافت رسیدن بیشتر معلومات پیدا میکنیم و همینطور راجع به فتوحات و پیشرفت هایی که در دوره خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه اتفاق افتاد. حضرت عثمان رضی الله عنه، خب اسمش عثمان، اسم پدرش عثمان ابن عفان رضی الله عنه، لقبش ذوالنورین است. در جد پنجم با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبشان یکی میشه از حضرت عثمان رضی الله عنه. تولدشان ببینین در سال پنجم عام الفیل، یعنی 5 سال از حادثه عام الفیل گذشته بود که در مکه به دنیا آمدن در یک فامیل بسیار صاحب عزت و محترم. شغلشان تجارت بود. قبل از اینکه به اسلام مشرف شوند تجارت میکردند. توسط حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دین اسلام مشرف گردیدند. بسیار یک شخصیت ممتاز، بسیار نرمخو و با اخلاق و حلیم و پرهیزگار بودند. قسمت زیاد از دارایی خود صدقه دادند و تقریبا تمام دارایی خود فدای دین مقدس اسلام و ترویج و نشر این دین مقدس نمودند. در تمام غزوات در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتند مگر یک غزوه و اونم غزوه بدر بود. تنها در غزوه‌ای که حضرت عثمان رضی الله عنه حضور نداشت غزوه بدر بود. علت او را مورخین گفتن که مریضی همسرشان بودند. در زمان حیات شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عثمان رضی الله عنه یکی از کاتبان وحی بودند. کاتبان وحی به کی گفته میشه؟ به اونایی که آیات کلام الله مجید را حفظ میکردن. ببینین و منوشتن. زمانی که حضرت جبرئیل نازل میشدن به حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خداوند پیام می آوردن، وحی می آوردن، آیه های از قرآن را برای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تلاوت میکردن. بعد حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را به کاتبان وحی میسپردن تا اونا او را به تحریر در بیاره. بعضیا به حافظان قرآن و کاتبان قرآن که حفظ میکردن و منوشتن. چطور به خلافت انتخاب شدن؟ ببینین حضرت عثمان رضی الله عنه چطور به خلافت انتخاب شدن. در زمان خلافت خلیفه دوم عمر فاروق رضی الله عنه، زمانی که خلیفه دوم با ضربه ابولؤلؤ زخمی شد، قبل از اینکه به شهادت برسه در همون اواخر روزای زندگیش 7 نفر را تعیین کردن به عنوان 7 عضو یک شورا که این 7 نفر وظیفه داشت که خلیفه بعد از خلیفه دوم را برای مسلمان ها انتخاب بکنن و معرفی بکنن. البته گفته بودن که خلیفه هم میتونه جز همین 7 نفر باشه و این 7 نفر از بین خودشان یکیشان به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب بکنن و برای مسلمان ها معرفی بکنن. اون 7 نفر کیها بودن؟ ببینین عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، طلحه ابن عبیدالله بود، زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف و نفر هفتم عبدالله ابن عمر بود. با این تفاوت که 6 نفر اول میتونستن که خود به خلافت کاندید بکنن، خلیفه شون، ولی نفر هفتم عبدالله ابن عمر که فرزند خودش بود حق انتخاب شدن را به عنوان خلیفه مسلمین نداشت. فقط اجازه داشت که در این شورا رأی بده
به عنوان یک آدم که رأی میده و حق انتخاب شدن خودشه به عنوان خلیفه بهش داده نشده بود. خب این شورا بعد از رحلت عمر فاروق رضی الله عنه، خب این شورا تشکیل شد، جلسه تشکیل دادن، بعد اعضا با هم نشستن 7 نفر، اینا چند روز مباحثه کردن، با هم تبادل نظر کردن، 3 روزی تبادل نظر و این مباحثه طول کشید. بعد از 3 روز بالاخره موفق شدن که خلیفه سوم را انتخاب بکنن و خلیفه سوم عثمان ابن عفان رضی الله عنه را به عنوان خلیفه سوم انتخاب کردن و همگی با او بیعت کردن. یعنی این 6 نفر دیگه، ببینین 6 نفر دیگه شورا با عثمان رضی الله عنه به عنوان خلیفه سوم و جانشین خلیفه قبلی بیعت کردند و این گونه شد که حضرت عثمان رضی الله عنه به عنوان خلیفه سوم مسلمین انتخاب شد و بقیه مسلمین هم با ایشان بیعت نمودند. فتوحاتی که در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه انجام داده شد، ببینین دارای 2 بخش است. یک بخش است که مربوط منطقه‌ای میشه که اونا در اصل بغاوت کرده بودن. بغاوت یعنی چی؟ یعنی قبلا جز قلمرو مسلمان ها بودن در زمان خلیفای قبلی، ولی دوباره سرکشی کرده بودن، حکم اسلام را نادیده گرفته بودن و اعلان استقلال کرده بودن. به اینا میگفتن کسایی بودن که بغاوت کرده بودن، بغی بودن. خب یکی اینها را دوباره این مناطق را فتح کرد و اینا را تابع اسلام ساخت که اینا مناطق بود مثل ری، اسکندریه، همدان و آذربایجان. بخش دوم فتوحات زمان عثمان رضی الله عنه بخشی بود که اینا از قبلم تحت تصرف سپاه اسلام هنوز نیامده بودن. خب اینا تازه توسط سپاه اسلام تصرف شدن. ببینین مثل قبرس، ترکیه و بعض مناطق هم در قاره افریقا. قبرس و ترکیه در زمان که معاویه والی شام بود، در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه، زمانی که معاویه والی شام بود، قبرس و ترکیه توسط سپاه اسلام فتح گردید و همینطور گفتم مناطقی هم در آفریقا فتح گردید. از کارهای دیگه که در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه انجام داده شد، ایجاد قوه بحری برای سپاه اسلام بود. تا قبل از او سپاه مسلمان ها یک قوه به نام قوه بحری نداشتند. در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه برای اولین بار این قوه بحری شکل گرفت، اساس گذاشته شد و تشکیل شد و ماندگار شد. از کارهای مهم دیگه که انجام گرفت در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه این بود که قرآن را گفتیم قبلا تحریر کرده بودن، ولی در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه ایشان دستور دادن که دوباره اینو تحریر بکنن به صورت مصاحف جداگانه دسته‌بندی شده، بخش کاملا مرتب بکنن و ایره در سر تا سر مناطق مفتوحه مسلمین ارسال بکنن. چرا؟ به خاطر گفت یک وقت نشوه که مسلمین از راه به بیراهه بروند و قرآن را کسی به اونها دستکاری بکنه. به این خاطر دستور داد که قرآن را دوباره بنویسن، تحریر بکنن به صورت مصاحف و بعد از اینکه تنظیم شد در مناطق مختلف تحت تصرف سپاه اسلام ارسال بکنن. بالاخره خودشان بعد از 12 سال خلافت در سال 36 هجری در عین حال که کلام الله مجید تلاوت میکردن توسط یک عده‌ای که شورش کرده بود به شهادت رسیدن. در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه دشمنان اسلام دست به کار شدن، یک عده را به شورش واداشتن و اون عده‌ای که شورش کردن بالاخره اونا خلیفه مسلمین را به شهادت رساندن. حضرت عثمان رضی الله عنه زمانی که به خلافت انتخاب شدن حدوداً 70 سال سن داشتن و زمانی که به شهادت رسیدن حدود 82 یا 83 سال سن داشتن. به سوالای درس میرسیم، دقت بکنین. سوال درس میخونم. سوالای درس
دقت بکنین حضرت عثمان رضی الله عنه چگونه به خلافت برگزیده شد؟ شما بگوین آفرین. چطور به خلافت رسیدن؟ بله، حضرت عمر رضی الله عنه بعد از زخمی شدن 7 تن از صحابه کبار را معرفی نمودن که خلیفه بعدی را انتخاب بکنه که اونها عبارت بودند از عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه ابن عبیدالله، زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص و عبدالله ابن عمر که بقیه حق انتخاب و رأی داشتن، ولی عبدالله ابن عمر فقط حق رأی دادن داشت، حق نداشت خودش به عنوان خلیفه انتخاب بکنه. و این شورا بعد از 3 روز مباحثه حضرت عثمان رضی الله عنه به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب شدن و بقیه با او بیعت کردند. بسیار خوب بشینیم. سوال بعدی را میخونم، دقت کنین. کدام مناطق در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه فتح شد؟ شما بگوین آفرین. بله، یکی مناطقی که بغاوت نموده بودند مانند ری و آذربایجان و همدان و اسکندریه. بله، و همینطور در زمان خلافت ایشان توسط معاویه که والی ایشان بود قبرس و ترکیه هم فتح شد و همینطور مناطقی هم در آفریقا توسط سپاه اسلام فتح گردید. بسیار خوب بشینید. سوال بعدی را میخونم، دقت کنین. حضرت عثمان رضی الله عنه چه وقت و چگونه به شهادت رسید؟ شما بگوین چه وقت به شهادت رسید، چگونه؟ بله، بعد از 12 سال خلافت در سال 36 هجری توسط یک عده شورشی به شهادت رسیدن. بسیار خوب، بفرمایید بشینین. به قسمت نمونه سوالای کنکور رسیدیم، دقت بکنین. فتوحات حضرت عمر رضی الله عنه در شرق تا کجا می رسید؟ سوال مربوط فرم اول جزجان است. دقت کنین. گزینه اول هند، گزینه دوم ترکمنستان و خراسان، گزینه سوم خراسان، گزینه چهارم ترکمنستان. ببینیم جواب صحیح کدام گزینه است؟ بله، گزینه دوم جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور میخونم، دقت کنین. بعد از چند روز مباحثه حضرت عثمان رضی الله عنه توسط اصحاب کرام رضی الله عنه به حیث خلیفه مسلمین انتخاب گردید. سوال مربوط فرم اول و فرم سوم بلخ است. ببینین گزینه‌ها را میخونم. گزینه اول 4 روز، گزینه دوم بعد 8 روز، گزینه سوم بعد 9 روز، گزینه چهارم بعد 3 روز. خب کی میتونه بگه که درس امروز بود؟ شما بگین گزینه چندم؟ گزینه چهارم. بسیار خوب، ببینیم دیگه شما بگین کیا با گزینه چهارم موافق است؟ بسیار خوب. کیا مخالف است؟ خب صبر کنیم، حالا میبینیم که جواب سوال گزینه چهارم درست است یا نه گزینه دیگه است. با هم میبینیم. بله، جواب صحیح سوال گزینه چهارم است بعد 3 روز مباحثه. بسیار خوب، بهشان یک چک چک بکنیم. سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور. در جنگ قادسیه تعداد سپاه فارس به چند تن می رسید؟ سوال مربوط فرم کاپیساست. گزینه ها را ببینین با هم. گزینه اول 150,000 تن، گزینه دوم 320,000 تن، گزینه سوم 25,000 تن، گزینه چهارم 185,000 تن. کدام گزینه درست است تعداد سپاه فارس؟ با هم میبینیم. گزینه اول 150,000 نفر. اگر یادتان باشه گفتیم که قماندان سپاه فارس کی بود از این 150,000 نفر؟ بله، رستم فرخزاد. بفرمایید بشینید. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور رو میخونیم، دقت کنین. حضرت عثمان رضی الله عنه در کدام یک از غزوات ذیل با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اشتراک نداشتند؟ سوال مربوط فرم دوم آکادمی ملی نظامی است. گزینه‌ها رو با هم میبینیم. 1 غزوه موته، دوم گزینه دوم غزوه حنین، گزینه سوم غزوه احد، گزینه چهارم غزوه بدر. ببینیم کدام گزینه درست است. پیش خود شما هم حدس بزنین، جوابتان در دلتان آماده کنین ببینین درست است یا نه. با هم میبینیم حالا گزینه ها را کدامش درست است. بله، گزینه چهارم غزوه بدر جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور را میخونم، دقت کنین. در دوره خلافت کدام خلیفه
برای هر ولایت والی تعیین گردید. سوال بازم مربوط فرم اول آکادمی ملی نظامی است. گزینه اول حضرت معاویه رضی الله عنه، گزینه دوم حضرت علی کرم الله وجهه، گزینه سوم حضرت عمر رضی الله عنه، گزینه چهارم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ مربوط درس قبلی است. شما بگوین به نظر شما کدام گزینه درست است؟ گزینه دوم. به نظر شما گزینه سوم. خب ببینیم حالا کدام یکی درست است، با هم میبینیم. بله، گزینه سوم حضرت عمر رضی الله عنه جواب صحیح سوال است. بفرمایید بشینید. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور را میخونم، دقت کنین. کدام شخص در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه والی شام بود؟ سوال مربوط فرم اول بلخ است. گزینه ها را میخونیم ببینین. گزینه اول حضرت معاویه رضی الله عنه، گزینه دوم حضرت عمرو ابن عاص رضی الله عنه، گزینه سوم حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه و گزینه چهارم حضرت عباس رضی الله عنه. ببینیم کدام گزینه جواب صحیح سوال است. با هم میبینیم. بله، گزینه اول جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی از نمونه سوالات کنکور میخونم. ببینین، در جنگ نهاوند و قادسیه کدام امپراتوری در هم کوبیده شد؟ سوال مربوط فرم اول کابل است. گزینه ها را میبینیم. گزینه اول امپراتوری روم، گزینه دوم امپراتوری فارس، گزینه سوم حبشه، گزینه چهارم یونان. کدام یکی درست است؟ با هم میبینیم جواب صحیح سوال کدام گزینه است. بله، گزینه دوم امپراتوری فارس جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور، دقت کنین. آذربایجان در دوره خلافت کدام شخص دوباره تحت تسلط اسلام درآورده شد؟ سوال بازم مربوط فرم اول کابل است. گزینه ها را با هم میبینیم. گزینه اول حضرت عثمان رضی الله عنه، گزینه دوم حضرت عمر رضی الله عنه، گزینه سوم حضرت علی کرم الله وجهه و گزینه چهارم حضرت ابوبکر رضی الله عنه. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ پیش خود شما جوابایتان به دلتان آماده کنین ببینین درست میگن یا نه. خب با هم میبینیم جواب صحیح سوال کدام گزینه است. بله، گزینه اول حضرت عثمان رضی الله عنه جواب صحیح سوال بود. بسیار خوب، به قسمت کار خانگی رسیدیم. دقت کنین عزیزان، درس را از روی کتابتان با دقت حتما میخونین. حتما این کار را بکنین، درس با دقت تمام بخونین تا مشکل برتان نمانده باشه. اگر مشکل داشته باشین مشکلتان حل شود. بخش دوم، در مورد زندگی حضرت عثمان رضی الله عنه زیادتر تحقیق کنین. خودتون این کار را بکنین. میتونین در این قسمت از بزرگترها و از علمای محل هم کمک بگیرین. قسمت سوم خلاصه درس را خودتان لکچر بتین. خوب عزیزان مانده نباشین. اگر سوال دارین من در خدمتتون هستم. شاگردای عزیز سوال ندارین؟ تا جلسه بعد و درس بعد همتون به خدا مسپارم. به امان خدا. خداحافظ.